سلام عرض کردم. حال احوالتون خوبه؟ دوستان دیشب ما این نمایش پرفضیلت قضایی آخوندا رو از یه زاویه دیگه موشکافی کردیم، اما فرصت نشد که یه نگاهی به فک جنبونی دراکولای امامدار نظام یعنی مم صادق لاریجانی بندازیم. این کروکودیل دست آموز خامنه ای اومده بود تا یک خورخوری بکنه و به همه طرف حسابا بگه تو نظام ولایت جایی واسه اشتباههای اعتدالی نیست، میزنیم و میگیریم و میبندیم. نظام جمهوری اسلامی نظام لیبرال دموکراسی نیست. این که همکنون در برخی از رسانه‌های ما، در کنار برخی حتی از مدیران ما حرف‌هایی تکرار میشه که اینها مال ساختار لیبرال دموکراسیه، حرف خطایی است. ما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی که شاخصه اصلیش انحصار حاکمیت و تشریع برای خداوند است و نقش بنیادین وحی در تقنین است، این شاکله رو باید پذیرفته باشیم. حالا شما حسابشو بکنی تو این شرایطی که جنازه علی گدا پای میز مذاکره دراز به دراز افتاده، رئیس قوه قضاییش میاد تو تیویریش و اینجوری علنی از انحصار حاکمیت میگه و بعدم با دریدگی خاص خودش از اعدامات دفاع میکنه. خب برخورد قاطعانه باشه اینطوره. گرچه قوه قضاییه همیشه مورد بعضی توبیخ‌ها و انتقادات هم هست که برخورداتون خیلی خشن تند، نمیتونم بحث اعدام‌ها، ما گمان میکنیم اعدام‌ها هم روی حساب بوده، رو موازین بوده. اینطور هم نیست که همینطور دل بخواهی کسی بخواد در باب اعدام‌ها تصمیم گیری کنه. بله، اینجاست که روح چنگیزخان مغول جلوی این آخوندهای نابکار یه جورایی گیر پاج میکنه. حالا سوال اینجاست که اینا از چی میترسن؟ این شاخ و شونه کشیدن ها واسه چیه؟ جوابو از دهن همین لاریجانی جانی بشنوید. بستری رو فراهم کردن که افراد ضد انقلاب که فریاد میزدن علیه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بر این بستر سوار شدند. عرض من این است که نسبت به این جریان که داشت کشور را به یک پرتگاهی میبرد باید تحلیل روشن داشته باشیم، خصوصا مسئولان کشور. عرض ما این که اگر تحلیل از فتنه این باشی، برخورد قوه قضاییه معقوله. به هر کسی که بخواد ترویج فتنه کنه خب نمیذاریم، اجازه نمیدیم. این دستگاه قضایی وظیفه داره، جای تعارف با کسی وجود نداره. اینجا بحث کیان جمهوری اسلامی است. نباید اجازه داد تکرار بشه این مسائل در کشور و بعدم خوشبش کنیم باشون. بله، درد کیان ولایته. ترسشون از اینه که تو این اوضاع انفجاری یه جرقه‌ای بخوره و فتیله ریش و عظما گر بگیره و بعدش هم دیگه تمام. از قیام میترسه رفقا، از مشتی میترسه که وقتی پرشه و فرود بیاد فک و فوکی واسه هیچ کدومشون نمیذاره. بی خود نبود که علی گدا هم بلا فاصله ماله به دست خودشو رسوند و این حرفای لاریجانی رو بدون کاری و آبندی کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر یکشنبه در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با تجلیل از شهید مظلوم آیت الله بهشتی و شهید قدوسی، دو شهید والا مقام دستگاه قضا، استقلال و تأثیرناپذیری دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و تاکید کردند باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد. هیچ نبایستی تأثیر بگذاره. استقلال در مقابل همه عوامل مخدوش کننده اون روش صحیح و رفتار صحیح در قضاوت. به این ترتیب علی گدا داره به سگای زنجیریش خط میده تا مبادا تحت تاثیر بوی زهر شل بشن و دستشون بلرزه. میگه بیدنده و ترمز بزنید و بگیرید و ببندید که تو این اوضاع پتال اگه دست از پا خطا کنیم امام پرونی شروع میشه و دیگه نمیشه مهارش کرد. این اشتباه همه دیکتاتورها تو روزای آخر حکومتشونه.
بدبخت خبر نداره که هر کی باد بکاره طوفان درو میکنه. اونم چه طوفانی علی گدا.